درخت دوستی تقدیم میکند. السلام علیکم دوستانی عزیز و مهربان ما. تماسی تلفنی دختر و پسر. سخنهای مرا گوش کن، لیکن وعده بده که عصبانی نمیشوی. عصبانی نمیشوم. بگو. هفته پیش اکم خواهری تو را دید. خواهری تو به اکم پسند آمد. میخواهد که با خواهرت تلفنی صحبت کند. چی؟ دندانهای اکت را میشکنم. او کیست که به طرف خواهر من مینگرد و با او گپ میزند؟ خواهر من ناموسی من است. پس دیگر به من زنگ نزن. چرا زنگ نزنم؟ چون تو هم به ناموسی اکم حرف زده ایستاده ای. مرا فراموش کن و برو در فکر ناموسی خودت باش. به ناموسی دیگران بازی مکن. بله، این داستانی کسانی است که برای ناموس دیگران به مثل گرگان درنده هستند، اما نوبت ناموس خودشان که رسید شیر می شوند.